آیا واقعا موجودات هوشمندی که بتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم وجود دارن؟ با یه نگاه کلی به وسعت هستی این سوال خیلی سطحی به نظر میرسه. جهان قابل مشاهده بسیار بزرگه و برای حدود 13 میلیارد سال وجود داشته. حدود 2 تریلیون کهکشان که از حدود 200 میلیارد ستاره تشکیل شدن و کهکشان ما رو محاصره کردن. دانشمندان باور دارند تنها در کهکشان ما، یعنی کهکشان راه شیری، حدود 40 میلیارد سیاره شبیه زمین وجود داره که در فاصله مناسب از ستاره قرار گرفتن و قابل سکونت هستند. زمانی که به این اعداد و ارقام نگاه میکنیم سخت تصور کنیم به جز ما هیچ کس اون بیرون نیست. یکی از مهمترین مأموریت‌های جیمز وب پیدا کردن حیات در سیارات دیگه است. این موضوع به قدری جدیه که ناسا تعدادی علمای دینی رو به استخدام خودش درآورده، چرا که این موضوع بعضی از مفاهیم مذهبی مانند خلقت رو تحت تاثیر قرار میده. در صورتی که ما دیگران رو پیدا کنیم، تصورمون برای همیشه نسبت به خودمون عوض میشه. امروزه سوال این نیست که بیگانگان وجود دارن یا نه، اونها دشمن ما میشن یا دوست. سوال مهم اینه که ما دنبال چی باید بگردیم؟ تمدن بیگانه ها چه شکلی میتونه باشه؟ در جهانی این چنین بزرگ و مسن باید فرض کنیم تمدن ها میلیون ها سال با فاصله از هم پدید اومدن و در جهات مختلف و سرعت مختلف در حال توسعه هستند. بنابراین ما نه تنها در حال بررسی فواصلی از دهها تا صدها هزار سال نوری هستیم، بلکه دنبال تمدن‌هایی از درجه غارنشینی تا فراپیشرفته می‌گردیم. به همین دلیل ما یک چارچوب مفهومی نیاز داریم تا بتونیم بهتر جستجو کنیم. آیا قوانین خاصی وجود داره که تمام موجودات هستی از اون پیروی کنن؟ در حال حاضر ما فقط یک نمونه تمدن هوشمند داریم و بر اساس اون فرضیاتی میسازیم که ممکنه درست نباشه. تنها نمونه از تمدن هوشمند خود ما هستیم. اما همین مقایسه بهتر از هیچیه. ما میدونیم انسان‌ها با دست و ذهنشون ابزار ساختن. میدونیم انسان‌ها کنجکاو، رقابت طلب، حریص برای به دست آوردن منابع و خواهان گسترش هستن. هر کدوم از اجداد ما که این ویژگی‌ها رو بیشتر از بقیه داشت، در ساختن تمدن موفق‌تر بود. همراه بودن با طبیعت خوبه، اما این مسیر به ساخت شهر منتهی نمیشه. حقیقت اینه که ما طبیعت رو تصرف کردیم. پس منطقی فرض کنیم بیگانگان هوشمند هم همین ویژگی ها رو دارن و میتونن سیاره خودشون رو تصرف کنن. اگر اونها از قوانین فیزیکی شبیه به قوانین ما استفاده کنن، پس یک معیار مشترک و قابل اندازه‌گیری برای پیشرفت وجود داره: مصرف انرژی. پیشرفت انسان میتونه دقیقاً با مقدار انرژی که از محیط استخراج میکنه اندازه‌گیری بشه. ما از انرژی برای انجام دادن کارها استفاده میکنیم. ما با انرژی عضلات شروع کردیم تا اینکه یاد گرفتیم آتش رو کنترل کنیم. بعد از اون یاد گرفتیم که ماشینی بسازیم که از انرژی جنبشی باد و آب استفاده کنه. هرچی بیشتر ماشین هامون پیشرفت کرد، دانش ما در مورد مواد بیشتر شد. در نهایت ما شروع به استخراج نفت و زغال سنگ کردیم. با افزایش مصرف انرژی، توانایی تمدن ما افزایش پیدا کرد. از سال 1800 تا سال 2015 جمعیت زمین 7 برابر افزایش پیدا کرد و مصرف انرژی 25 برابر بیشتر شد. این روند تا آینده دور ادامه داره. حتی اگر به مصرف انرژی کشورها نگاه کنیم، کشورهایی مثل چین و آمریکا که در صدر مصرف انرژی قرار دارند، توانایی بیشتری در صنعت از خودشون نشون میدن. بر اساس این واقعیت‌ها، دانشمندی به نام نیکولای کارداشف روشی برای طبقه بندی تمدن‌ها ایجاد کرد. از ساکنان غار گرفته تا خدایان حاکم بر کهکشان‌ها. مقیاس کارداشف تمدن‌ها رو بر اساس میزان مصرف انرژی رتبه بندی میکنه. این مقیاس در طی دهه‌ها بازبینی و اصلاح شده و به طور کلی تمدن‌ها رو به 4 دسته تقسیم میکنه. تمدن نوع 1 قادر از تمام انرژی موجود در سیاره خودش استفاده کنه. تمدن نوع 2 قادر از تمام انرژی موجود در ستاره و منظومه خودش استفاده کنه. تمدن نوع 3 قادر از تمام انرژی موجود در کهکشان خودش استفاده کنه. و در نهایت تمدن نوع 4 قادر از انرژی موجود در کهکشان‌های متعدد استفاده کنه.
در این رتبه بندی فاصله بسیار زیادی میان تمدن‌ها وجود داره. مقیاس تمدن نوع 1 و 4 مثل مقایسه یک کلونی مورچه با یک کلان شهر انسانی است. برای مورچه ها ما چنان قدرتمند و پیچیده هستیم که ممکنه ما رو خدایان خودشون فرض کنن. پس برای اینکه مقیاس قابل فهم‌تر باشه، اون رو به زیر شاخه ها تقسیم می‌کنیم. در پایین ترین طیف تمدن نوع 0 تا 1 قرار داره. از انسان شکارچی گرفته تا تمدنی که انسان امروزی چند صد سال آینده بهش دست پیدا میکنه در این طبقه قرار میگیره. این نوع تمدن‌ها ممکنه در کهکشان خود ما، یعنی کهکشان راه شیری، بسیار زیاد باشه. اما تمدنی که به طور فعال سیگنال رادیویی به فضا منتقل نمیکنه رو نمیشه پیدا کرد. حتی اگر نزدیکترین منظومه به ما، یعنی آلفا قنتورس که تنها 4.3 سال نوری از ما فاصله داره، میزبان حیات هوشمند باشه، ما از وجود اونا باخبر نمیشیم. با استفاده از جیمز وب و بررسی ساختار شیمیایی و فاصله سیاره تا ستاره خودش، احتمالاً میتونیم یقین پیدا کنیم حیات روی این سیاره ممکنه. اما ما قراره دنبال موجودات هوشمند بگردیم، نه موجودات چند سلولی. حتی اگر بیگانگان به طور مدام سیگنال رادیویی به فضا منتقل کنن، بازم کمک زیادی نمیکنه. در مقیاس بین ستاره‌ای بشریت کاملا نامرئیه. در بهترین حالت ممکن سیگنال رادیویی ما تا فاصله 200 سال نوری گسترش پیدا میکنه. این در حالیه که قطر کهکشان راه شیری حدود 100,000 سال نوریه. علاوه بر این سیگنال های ما بعد از طی مسافت چند سال نوری عملاً به نویز تبدیل میشن و حتی اگر کسی در حال گوش دادن به سیگنال های ما باشه، بعیده به عنوان یک گونه هوشمند ما رو شناسایی کنه. به طور کل سیگنال رادیویی ما فقط در فاصله چند سال نوری میتونه ساختار قابل فهم خودش رو حفظ کنه. امروزه تمدن بشر در طیف 0 تا 1 طبقه بندی میشه و رتبه 75 صدم رو به خودش اختصاص داده. اگر بتونیم به پیشروی ادامه بدیم و زمین رو غیر قابل سکونت نکنیم، در چند صد سال آینده به طور کامل به یک تمدن نوع اول تبدیل میشیم. در قدم بعدی ما به سمت تبدیل شدن به تمدن نوع دوم شروع به حرکت میکنیم. ما تلاش میکنیم تا در دیگر سیارات و اجرام آسمانی تغییر ایجاد کنیم یا انرژی استخراج کنیم. ممکنه این کار رو با ساختن ایستگاه‌های فضایی در اطراف سیاره خودمون شروع کنیم و کلونی خودمون رو به سیارات منتقل کنیم. با گسترش یک تمدن و استفاده بیشتر از فضا، مصرف انرژی بیشتر میشه. در نهایت تمدن نوع دومی با ساخت یک دسته دایسون شروع به استفاده از انرژی ستاره منظومه خودش میکنه. ابرسازه دایسون متشکل از هزاران اجرام کروی شکل هست که میتونه انرژی خروجی ستاره رو جذب و قابل استفاده کنه. به همین ترتیب انرژی نامحدود در اختیار تمدن نوع دوم قرار میگیره و میتونه عملاً مالک منظومه خودش بشه و اون رو تغییر بده. تمدن نوع 2 هنوز کنجکاو، توسعه طلب و حریصه و کنترل کامل منظومه خودش رو در دست داره. پس قدم بعدی دسترسی به ستاره‌هایی با فاصله چندین سال نوریه. برای تمدن نوع دوم فاصله یک ستاره در خارج از منظومه خودش شبیه به فاصله پلوتو به زمین برای ما هست. از نظر فنی کاملا در دسترس، اما لازم به سرمایه گذاری عظیم از نظر وقت، منابع و نبوغ. همین موضوع باعث حرکت تمدن نوع دوم به سمت تمدن نوع سوم میشه. تمدن نوع سوم به قدری فراتر از ذهن ماست که واقعا نمیدونیم اونها با چه چالش‌هایی روبرو هستن و چطور اونها رو حل میکنن. آیا اونها واقعا راه حلی برای سفر در مسافت‌های طولانی پیدا میکنن و میتونن صدها سال نوری یا هزاران سال نوری سفر کنن؟ آیا اونها میتونن با سیارات دیگه ارتباط برقرار کنن و اونها رو مستعمره خودشون کنن در حالی که چندین هزار سال نوری با اونها فاصله دارن؟ آیا اونها میتونن با دیگر موجودات هوشمند تبادل فرهنگی و بیولوژیکی داشته باشن؟ آیا چالش‌های کشنده‌ای بین ستاره‌ها وجود داره؟ بنابراین وقتی یک تمدن به نوع سوم نزدیک میشه، تصورش سخته که اونها واقعا چه شکلی میتونن باشن. اونها ممکنه قوانین فیزیکی جدیدی کشف کنن. ممکنه ماده تاریک و انرژی تاریک رو درک و کنترل کنن. حتی ممکنه قادر باشن سریعتر از سرعت نور حرکت کنن. ممکنه ما نتونیم انگیزه و تکنولوژی اونا رو درک کنیم.
در واقع ما مورچه هایی هستیم که سعی داریم درک درستی از یک کلان شهر فضایی داشته باشیم. تمدن نوع سوم احتمالاً به قدری ما رو سطحی میدونه که حتی حاضر به صحبت کردن با ما نمیشه. اونها ممکنه حسی شبیه به باکتری به ما داشته باشن. در مقابل اونها ما کاملاً عقب مونده و بیخرد هستیم. اونها ممکنه آگاهی ما رو به حساب نیارن و بقای ما براشون مهم نباشه. فقط میتونیم امیدوار باشیم که اونها خدایان رئوفی برای ما باشن. اما مقیاس هنوز به پایان خودش نزدیک نیست. برخی از دانشمندان ادعا میکنن که تمدن‌های نوع 4 و نوع 5 هم وجود دارن که میتونن باعث تغییر در ساختار خوشه‌ها و هزاران کهکشان بشن و در نهایت ممکن یک تمدن اومگا وجود داشته باشه که قادر کل هستی رو دستکاری کنه. تمدن اومگا واقعا میتونه خالق جهان ما باشه، اونم به دلایلی که ما درک نمی‌کنیم. با تمام اینها ممکنه این طبقه بندی ناقص باشه، اما این آزمایش نکات جالبی رو به ما نشون میده. اگر فرضیه ما راجع به گونه‌های تمدن تا حدی درست باشه، پس میتونیم با اطمینان بگیم هیچ تمدن نوع 3 یا بالاتری در اطراف کهکشان راه شیری وجود نداره، چون تأثیر اونها به قدری فراگیره که ما نمیتونیم متوجه اونها نشیم. اگر اونها در کهکشان‌هایی که ما بررسی می‌کنیم حضور داشته باشند، باید سازه‌ها یا حرکت‌های اونها رو تشخیص بدیم و نشونه‌هایی از امپراتوری اونها رو به وضوح ببینیم. حتی اگر یک تمدن نوع سومی در گذشته حضور داشته و به طور مرموزی امروز نابود شده، ما باید بقایایی از امپراتوری اونها رو تشخیص میدادیم. اما تا به امروز دانشمندان بقایایی از یک ابرسازه در حال فروپاشی یا خرابه‌هایی از جنگ میان ستارگان پیدا نکردند. پس احتمالاً اونها هرگز وجود نداشتند و هنوزم وجود ندارند. بنابراین تمدن‌هایی که میتونیم امیدوار به حضورشون باشیم در طیف 1.5 تا 2.5 باید قرار گرفته باشند. نکته امیدوار کننده اینه که این تمدن‌ها به قدری پیشرفته نیستن که نشه درکشون کرد و انگیزشون رو نفهمید. البته که ممکنه اولین نسخه از ابرسازه خودشون رو به پایان رسونده باشن و احتمالاً در حال تلاش برای حرکت میان ستاره ها باشن. همچنین اونها احتمالاً به دنبال گونه های دیگه از موجودات هوشمند میگردن. به هر حال ممکنه تمام این فرضیات اشتباه باشه و پیش رفتن به سمت تمدن نوع دوم به معنی گسترش در فضا نباشه، بلکه به معنی پیشرفت در سیاره خانگی باشه. در حقیقت بشر هنوز به قدری بالغ نیست که بتونه تصور درستی داشته باشه. تمام چیزی که در حال حاضر به قطع میدونیم اینه که ما هنوز موفق به دیدن بیگانگان نشدیم. در حال حاضر ما به زمان بیشتری نیاز داریم. در این چارچوب نگاهی به بالای سرمون انداختیم. ممنون که تا اینجا همراه بودید. اپیزود 4 به پایان میرسه.